ما اسم ائمه رو میذاریم رو عملیاتامون، دوستان میذارن کرکس و سیمرغ. اسم رمز بی سیمای ما علی و ابوذر و سلمانه، دوستان میذارن بیژن و ارژنگ و اسفندیار. افتخار میکنیم که ایرانی هستیم. بیژن و ارژنگ میذاریم چون ژ داریم. ژ و پ و چه استفاده میکنیم برای اینکه عراقی‌ها از این حروف نمیتونن استفاده بکنن، نمیتونن تلفظش بکنن. بنابراین اگر بیسیم‌های ما شنود بشه نمیتونن فریبمون بدن. من همینو گفتم جناب. جناب سرهنگ، بچهای سپاه باری به هر جهت دارن عمل میکنن، نظام درست حسابی ندارن. خب جسارت تلقی نشه آقایونی که الان تشریف دارن، در خدمتشون هستیم به عنوان فرمانده. یه عده با پوتین اومدن، یه عده با کتونی. من معذرت میخوام جناب سرهنگ، من خودم به شخصه با کتونی میگردم، با کتونی راحتم. مشکلی پیش میاد مگه؟ جناب سرهنگ، مومن در هیچ چارچوبی نمیگنجه. در قاعده که میگنجه. خیلی اصلا شما یه حدیث آیه چیزی چرا هرچی میریم تمام نمیشه؟ 18000 متر. 18000 بله. یعنی بیشتر 1 کیلومتر پیاده روی داری شما فقط توی این لابی. شما بخواید الان به استادیوم آزادی راه برید پیاده روی کنید 800 متر، اینجا 1 کیلومتر میشه حدودا. از این لوستر چند تا؟ از این لوستر حدود 300 300 تا، هر کدومش هم نزدیک 30 شاخه میشه. میشه 9000 شاخه. 600 تا دیوار کوب داریم که حالا دو 600 تا صفحه. دیوار کوب؟ بله. دوستان قبل اینکه این نفرات بیان اینجا ساکن بشن